برای باز و بسته کردنش هم میتونید از ریموت استفاده بکنید، هم از کارت. اینجا میتونیم صندلی جلو رو تغییر بدیم، فاصلش رو با خودمون تا یکم فضای پای بیشتری داشته باشیم. روی در محفظه بارمون هم یک اسپویلر وجود داره که میتونید از توی کابین تنظیمش کنید. جدیدترین محصول مزرعه به اسم EZ6 که قراره توی 2 تا تیپ به بازار ایران بیاد، آفتاب خودرو داره میاره و میخوایم ببینیم چه مشخصاتی داره. این نمونه تمام برقیه، جلو پنجره کاملا بسته هستش، رینگ ها سبکی دارن که اون بازیافت انرژی و حرارتی رو به حد اکثر برسونن. باید بدونید مزرعه EZ6 یک سدان کلاس ای به حساب میاد و ابعاد بزرگی داره. این ماشین یه موتور برقی رو محور عقب داره، 255 اسب بخار با 320 نیوتن متر، یه پک باتری 68 کیلووات ساعتی هم داره که در چرخه خیلی ایدئال میتونه نزدیک 600 کیلومتر پیمایش رو به ما بده که واقع بینانش میشه نزدیک 480 کیلومتر. این هم درگاه شارژ هستش بر اساس استاندارد GBT که همون استاندارد چینه. دستگیرهامون به صورت مخفی شونده هستش و هر 4 تا در خودرو فریملسه و دیگه قاب حفاظ دور شیشه ها رو نمیبینیم که یه سبک طراحی باحال توی یه سدان به حساب میاد. EZ6 اگه نمونه تمام الکتریکی باشه، در بخش جلوش هم فضای بار دارید. اتفاقا فضای بار عمیقیه، اینو هم بردارید، باز زیرش هم یه فضای بار وجود داره. EZ6 EREV یعنی نمونه ای که توان حرکتی برقیه اما یه موتور بنزینی هم داره که بتونه کار شما رو راه بندازه و یه ژنراتور رو با خودتون داشته باشید. عملاً دارید از لذت استفاده یه ماشین برقی بهره مند میشید اما دغدغه ماشین برقی رو ندارید چون موتور بنزینی دارید و میتونید باتری ها رو با اون شارژ بکنید. جلو پنجره تو این تیپ بازه و در این قسمت میبینیم که از رینگ ها با سبک متفاوتی استفاده کردن. در بخش عقب هم درگاه شارژ باتری ها رو داریم و در اون سمت خودرو هم قابلیت بنزین زدن رو میبینیم که خودرو داریم. توی نمونه EREV یه موتور 1.5 لیتری 4 سیلندر تنفس طبیعی 95 اسب بخاری رو داریم که صرفا نقش ژنراتور رو ایفا میکنه. همچنان EZ6 اگر EREV هم باشه موتور برقیش روی محور عقبه که توی این نسخه گشتاور 320 نیوتن متر هست اما اسب بخار 215 شده و پک باتریمون هم نزدیک 29 کیلووات ساعته که روی حالت برقیش توی شرایط بهینه میتونیم 200 کیلومتر پیمایش داشته باشیم. باکمون پر باشه، این موتور بنزینی هی باتری رو شارژ بکنه، میتونیم با یه باک کامل و ظرفیت کامل باتری که قبلش شارژ کردیم نزدیک 1200 کیلومتر پیمایش رو بدون توقف داشته باشیم. به عنوان یه EREV با پک باتری کمتر از 30 کیلووات ساعت قابلیت فست شارژ هم داره. یه سقف شیشه‌ای داریم که ثابته و تیره شونده اتوماتیکه. دوربین ثبت وقایع کابین رو ما توی این ماشین داریم. یه سبک طراحی باحال با ترکیبی از چرم و چرم جیر که روی داشبورد کار شده، سافت تاچ رو داریم و هر آپشنی که بخواید دیگه توی EZ6 میتونید تجربه بکنید. یعنی رادار نقطه کور و رادار خطخوان و سیستم رانندگی خودکار و اتوپارک و دوربین 360 درجه، هداب دیسپلی، سرد کن و گرم کن صندلی، سیستم صوتی سونی و نمایشگری که کلی دسترسی به شما میده. در بخش عقب هم همون بافت متریال لوکس رو میبینیم، کیسه هوای جانبی داریم و از اینجا میتونیم صندلی جلو رو تغییر بدیم، فاصلش رو با خودمون تا یکم فضای پای بیشتری داشته باشیم. پنل تهویه مستقل سرنشینه عقب هم داریم که هم دما رو میتونیم تنظیم بکنیم و هم فن و واقعا یه فضای پای خوب و کاربردی داریم.